رادیو مهر و ماه. سلام به همه شما شنونده های عزیز. میدونین گاهی آدم ها از دنیا فرار نمی کنن به این دلیل که نمیخوان زندگی کنن. فرار میکنن چون زندگی زیادی دردناک شده. بعضی وقتا ما درون خودمون جایی میسازیم برای قایم شدن. یه پناهگاه. اما نه از جنس دیوار و سقف، از جنس فکر و خیال. جان اشتاینر، روانکاوی که سالها با ذهن آدم‌ها سر و کار داشته، به این پناهگاه میگه پناهگاه روانی. ایدهش اینه: ذهن ما وقتی زخمی میشه دنبال یه گوشه امن میگرده تا درد رو حس نکنه. اما مشکل اینجاست همون پناهگاهی که ما رو از درد نجات میده کم کم زندونمون میشه. فکر کن یه بچه که هر بار والدینش دعوا میکنن خودش رو قایم میکنه توی کمد. اولش کارش درسته. اونجا امنه، صدای دعوا کمتر میاد. ولی اگر اون کمد تبدیل بشه به تنها جایی که اون بچه احساس امنیت کنه، اون وقت بیرون کمد براش میشه دنیای خطرناک. اشتاینر میگه خیلی از ما بزرگ میشیم ولی هنوز اون کمد ذهنی رو نگه میداریم. ممکنه دیگه جسممون توش نره، اما ذهنمون همون کار رو میکنه. عقب نشینی، پنهان شدن و قطع تماس با دنیا. یادتون نره کانال رادیو مهر و ماه رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا با هم به قسمت‌های بعدی برسیم. اشتاینر میگه این پناهگاه‌ها در اصل برای محافظت ساخته میشن، اما در طول زمان به بخشی از شخصیت ما تبدیل میشن. ما با اونها خو میگیریم، حتی عاشقشون میشیم. چون درونش هیچکس قضاوتمون نمیکنه. هیچکس نمیترسونتمون. اما چیزی که خطرناک میشه اینه که درون پناهگاه رشد متوقف میشه. آدم توی پناهگاه نه شکست میخوره نه موفق میشه. نه دوست داره نه دل میسوزونه. یه جور زندگی بی تغییر، بی هیجان ولی امن. اشتاینر مثالهایی از بیمارانش میزنه. یه مردی که سالها بعد از مرگ پدرش هنوز نمیتونه وارد رابطه عاطفی بشه. ظاهرش آدمیه که پر از کنترل و عقلانیته، اما در واقع درونش کودک ترسیده است که از آسیب دوباره میترسه. اون کودک پناهگاهش رو ساخته. پناهگاهی از منطق، از فاصله گرفتن از احساس. میدونی گاهی پناهگاه روانی شبیه کار زیاد میشه. یه آدمی رو دیدی که از صبح تا شب کار میکنه، اما وقتی شب میرسه یه جور تهی میمونه. اون آدم شاید از ترس لمس احساسات واقعی خودش فرار کرده سمت بهره‌وری. کار زیادش پناهگاهشه. یا اون یکی که همیشه در گوشیشه، هر لحظه که ذهنش داره سمت اضطراب یا تنهایی میره سریع صفحه جدید باز میکنه، یه ویدیوی جدید میزنه، اون هم داره فرار میکنه. پناهگاهش اسکرول بی پایانه. اشتاینر این وضعیت رو خیلی دقیق توصیف میکنه. میگه پناهگاه روانی مثل خونه‌ایه که یه بار پناهت داده، اما حالا درش رو قفل کردی. دیگه کسی نمیتونه بیاد تو، حتی خود واقعیت. آدم هایی که توی پناهگاه زندگی میکنن معمولاً حس میکنن دنیا بی‌معنا شده، چون احساساتشون دیگه در تماس با بیرون نیست. اونها ممکنه خیلی باهوش یا حتی موفق به نظر برسن، ولی یه خلأ خاص دارن. یه سکوت سرد بین خودشون و دنیا. اشتاینر میگه درمانی نیست که دیوارهای پناهگاه رو خراب کنیم. باید اول بفهمیم چرا اون دیوارها ساخته شدن. باید با اون بخش از خودمون که وحشت زده بود مهربون بشیم. مثال ساده ترش مثل اینه که یکی تو زلزله خودش رو زیر میز قایم کرده. تو نمیری میز رو بکشی بیرون. اول مطمئن میشی زلزله تموم شده. بعد آروم بهش میگی بیا بیرون، امنه.
در روان آدم هم همینه. ذهن بدون حس امنیت از پناهگاه بیرون نمیاد. واسه همینه که اشتاینر میگه کار روان درمانی ساختن دوباره حس امنیته. جایی که فرد بتونه بیرون از پناهگاه ولی هنوز در امنیت خودش رو تجربه کنه. اما واقعیت اینه که خیلی از ما حتی نمیدونیم توی پناهگاهیم. فکر میکنیم زندگی همینه. یه جور فاصله از احساسات، یه خستگی دائم، یه بیمیلی به درگیری‌های عاطفی. ولی در واقع اون سکوت و بی‌حسی همون دیوارهای پناهگاهه. اشتاینر یه جمله داره که به نظرم از کل کتابش مهمتره. میگه ذهن وقتی از درد فرار میکنه از لذت هم دور میشه. یعنی ما با ساختن پناهگاه فقط غم رو بیرون نمیکنیم، شادی رو هم جا میذاریم پشت در. اگه تا اینجا با ما بودین یعنی احتمالاً جایی از این حرفا رو با خودتون زندگی کردین. شاید همون جایی که گفتین دیگه حوصله هیچ کس رو ندارم یا دیگه از هیچ چی خوشم نمیاد. شاید اون موقع ها در پناهگاهتون رو بستین بدون این که بدونین داریم پناه میگیریم. ولی خبر خوب اینه که پناهگاه هر چقدر هم بسته باشه ساخته خودمونه و چیزی که ساخته ماست میتونه دوباره تغییر کنه. ذهن ما وقتی در پناهگاهش پنهان میشه شروع میکنه به ساختن داستانهایی برای توجیه موندنش. میگه دنیا ارزش نداره، مردم قابل اعتماد نیستن یا من از احساساتم رد شدم. اما در واقع اینا فقط تابلوهایی هستند که روی در پناهگاه نصب شدن تا کسی در نزنه. جان اشتاینر میگه ذهن زخمی خیلی خلاقه. میتونه 1000 تا دلیل قشنگ برای تنهاییش بتراشه، در حالی که در عمقش فقط یک کودک ترسیده داره فریاد میزنه. نزدیکم نشو، دوباره آزارم نده. اینجاست که پناهگاه تبدیل به یه سازمان درونی میشه، یعنی یه ساختار ثابت که از ما در برابر احساس آسیب پذیری محافظت میکنه. اما بهاش چیه؟ قطع ارتباط با زنده بودن. اون آدمی که خودش رو بی‌حس میدونه در واقع بیش از حد احساس داره، فقط نمیتونه بهش دست بزنه. مثل یه اتاق پر از وسایل شکستنی که چراغش خاموشه. اون یاد گرفته بی حرکت بمونه تا چیزی نشکنه. یه بیمار اشتاینر زنی بود که سالها بعد از دست دادن مادرش دیگه گریه نکرد. میگفت فکر کنم اون موقع همه اشکام تموم شد. اما وقتی اشتاینر سکوت میکرد، نه نصیحت و نه تحلیل و فقط حضور، یه روز وسط جلسه گفت یه صدای از درونم میگه اگه گریه کنم دیگه تموم میشن. همون لحظه پناهگاهش ترک برداشت، نه با کلمات بلکه با تماس انسانی. اشتاینر باور داشت تنها چیزی که دیوار پناهگاه رو نرم میکنه رابطه است، نه منطق نه توضیح. فقط رابطه امن که ذهن بتونه توش احساس رو دوباره تجربه کنه بدون ترس از نابودی. حالا اگه بخوایم از فضای درمان بیایم به زندگی عادی، پناهگاه‌های روانی همه جا هستن. تو رابطه‌ها، تو کار و در رفتار ساده روزمره. هر جایی که یه نفر بیش از حد خودش رو از تجربه زنده جدا میکنه، یه پناهگاه ساخته. مثلا اون کسی که همیشه باید کنترل همه چیز رو در دست داشته باشه. پشت اون کنترل معمولاً یه ترس بزرگ خوابیده. ترس از آشفتگی، از تکرار یه درد قدیمی. یا اون یکی که همیشه شوخی میکنه و هیچ وقت جدی نمیشه، شاید پناهگاهش خنده است. یه دیوار نرم و بامزه، ولی دیوار. اشتاینر یه چیز مهم میگه
پناهگاه روانی همیشه همراه با احساس گناه میاد. چرا؟ چون ذهن یه بخشش میخواد زندگی کنه، یه بخشش هم میخواد پنهون بمونه و این دوتا مدام با هم در جنگن. یکی از نشونه‌های زندگی در پناهگاه اینه که آدم مدام حس میکنه یه چیزی کم داره. یه جور خلأ که با هیچ چیزی پر نمیشه، نه با موفقیت، نه عشق و نه سفر. چون اون چیزی که کم شده در واقع ارتباط زنده با خود درونیه. وقتی اشتاینر از بیمارانش میخواست درباره احساساتشون حرف بزنن، معمولاً میگفتن نمیدونم، یه جور بی‌حسیه، نه خوبم نه بد. و این بی‌حسی دقیقاً دیوار پناهگاه بود. نه درد نه شادی، فقط امن. در دنیای امروز پناهگاه‌های روانی مدرن‌تر شدن. الکل و مواد هنوز هستن، اما حالا گوشی، سریال، بازی‌های آنلاین، کار زیاد، خرید و حتی مثبت اندیشی افراطی همه میتونن نقش یه پناهگاه رو بازی کنن. چیزی که ما رو از خودمون دور نگه میداره، چون با مواجهه با خودمون میترسیم. اما اشتاینر نکته ظریفی میگه. ذهن پناهگاه میسازه چون خردمنده، نه چون ضعیفه. اون بخشی از ما که تصمیم گرفته از دنیا عقب بکشه فقط میخواسته زنده بمونه. این احترام به ذهن نقطه شروع تغییره. وقتی به اون بخش نگیم اشتباه کردی، بلکه بگیم میفهممت، اونجا نقطه تغییره. به قول اشتاینر، ذهن هرگز علیه خودش کاری نمیکنه. فقط راهی انتخاب میکنه که در اون احساس زنده بودن کم خطرتر باشه. گاهی اون امید فقط یه حضور ساده است. یه نفر که قضاوت نمیکنه. یه گوش که فقط میشنوه. همین کافیه تا ذهن کم کم به ما بگه شاید بتونم از اینجا بیرون بیام. وقتی ذهن کم کم از پناهگاه بیرون میاد، اولش گیج میشه. نور زیادیه، صداها تیزتر از قبل به گوش میرسن و احساسات سنگین ترن. آدم دلش میخواد دوباره برگرده به اون سکوت امن. ولی اشتاینر میگه همین لحظه تولده. یه جور دوباره زنده شدن بعد از یه زمستون طولانی. اون تعریف میکنه که چطور بعضی بیماراش وقتی بعد از سالها تونستن گریه کنن، اولش ترسیده بودن. یکیشون گفته بود حس میکنم دارم از درون باز میشم. مثل کسی که سالها توی تاریکی بوده و حالا نور چشمشو میزنه. و اشتاینر فقط گفته بود این یعنی داری زنده میشی. آره، زنده شدن همیشه با درد شروع میشه. اما این بار اون درد دیگه وحشتناک نیست، چون تو تنها نیستی. شاید ما هم هر کدوم یه پناهگاه روانی کوچیک داریم. یه گوشه امن که توش از زندگی فاصله گرفتیم. شاید پشت کار زیاد، پشت لبخندهای بیوقفه یا پشت بی‌حسی‌های روزمره‌مون. ولی نکته اینه که هیچ پناهگاهی قرار نیست تا ابد خونمون بمونه. اونا برای زمانی از خطر ساخته شدن، نه برای همیشه زندگی. ذهن سالم پناهگاه میسازه تا زنده بمونه، اما روح سالم برمیگرده تا دوباره زندگی کنه. اشتاینر باور داشت که انسان وقتی میفهمه پناهگاهش دیگه لازم نیست، در واقع پذیرفته که آسیب دیده بوده، ولی حالا امنه. و اون لحظه یکی از زیباترین لحظه‌های زندگیه. گاهی ما منتظریم اتفاق خاصی بیفته تا احساس کنیم دوباره زندگی شروع شده. اما حقیقت اینه که زندگی دقیقاً از همون لحظه‌ای شروع میشه که تصمیم میگیریم از پناهگاه ذهنیمون بیرون بیاییم. با همه ترس‌ها، با همه تردیدها و با دلی که هنوز یاد نگرفته چطور دوباره اعتماد کنه. یکی از بیماران اشتاینر بعد از ماه‌ها سکوت توی درمان یه روز گفت فکر میکردم اگه از پوستم بیام بیرون خرد میشم، ولی انگار بیرون از پوسته آدم میتونه رشد کنه. و اشتاینر لبخند زده بود، چون دقیقاً همون بود، رشد. پناهگاه ها ما رو از رنج نجات میدن، ولی رشد همیشه بیرون از پناهگاه اتفاق میفته.
شاید وقتشه به پناهگاه خودت فکر کنی. اونجایی که ذهنت عقب کشیده تا در امان بمونه. اسمش هرچی هست باشه. کار، خیال، فاصله یا سکوت. بهش احترام بذار. چون یه روز اون پناهگاه نجاتت داده بود. اما همزمان آروم بگو دیگه میتونم از اینجا بیام بیرون. نه با عجله. نه با جنگ. فقط با اطمینان این که بیرون از پناهگاه هم هنوز زندگی جریان داره. و شاید این جمله آخر از اشتاینر بهترین پایان باشه. ما از طریق رابطه زخم میخوریم و از طریق رابطه درمان میشیم. اگه این روایت برات معنا داشت، کانال رادیو مهر و ماه رو سابسکرایب کن و لایک یادت نره. شاید همین کار کوچیک کمک کنه این روایت ها به گوش کسی برسه که هنوز توی پناهگاهشه.